کار سلم جالبتره و به این شکل ادامه پیدا میکنه که میبینن که سلم میخواد که میبینه که تور اینجوری شده بوده، میخواد فرار کنه. بعد فرمانده سپاه ایران قارن میبینه که یک دژی هست اونجا که میبینه اگر که تور به اونجا برسه دیگه اون دژ رو مشکلی که اونها بتونن تسخیر بکنن. ببخشید سلم به اونجا برسه مشکلی که اون تسخیر بکنن. بعد فکر میکنه که پس باید پیش از اینکه سلم به اونجا برسه این دژ رو تسخیر بکنه. بعد یه فکر به ذهنش میرسه، میره پیش منوچهر و ازش درخواست میکنه که انگشتر تور رو به او بده. انگشتر تور رو میگیره و بعد درفش سپاه ایران رو هم میگیره، پرچم سپاه ایران رو میگیره، این دوتا رو با هم میگیره و سپاه رو هم به شیروی میسپاره، یکی از پهلوانان، و میره به جلوی در دژ و در میزنه به نگهبان، میگه که من رو تور فرستاده و اینم نشونش این که انگشترشه. من رو فرستاده که ما ایرانیان رو تا یه حدی شکست دادیم و اینم پرچم و اینها، اجازه بده من بیام تور که قراره من به تو کمک بکنم که با همین دژ رو حفاظت بکنم. اینجوری نگهبان در رو باز میکنه، فریب میخوره و اون میره و در نهایت و مبارزه میکنه، نگهبان رو از بین میبره و بعد به شیروی هم گفته بوده که زمانی که من اون درفش رو از بالای دژ تکون میدم شما بفهمید که دیگه دژ رو تسخیر کردم و شما میتونید بیاید. به هر حال به این شکل، به این حیله موفق میشه که دژ رو تسخیر بکنه و سلم زمانی که میخواد بره میبینه که دیگه دژ برای اون نیست، مجبور راه دیگه رو پیدا کنه، به سمت دریا میره و سمت دریا هم طبیعتاً جای دیگه نمیتونسته بره. منوچهر دوباره به پشت او میره، اون رو پیدا میکنه و اینجا بذاریم چند بیتم براتون بخونم. چو شد سلم تا پیش دریا کنار، ندیدان چه کشتی بر آن رهگذار، چنان شد ز بس کشته و خسته دشت، که پوینده را راه دشوار گشت. پر از خشم و پر کینه سالار نو، نشست از بر چرمه تیز رو، بیفگند بر گستوان و بتاخت، به گرد سپه چرمه اندر نشاخت. رسید آنگهی تنگ در شاه روم، خروشید که این مرد بیداد شوم. بکشتی برادر ز بهر کلاه یافتی، چند پویی به راه. کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت، به بار آمدان خسروانی درخت. ز تاج بزرگی گریزان مشو، فریدونت گاهی بیاراست نو. یه جای جدیدی برای درست کردیم. درختی که پروردیه آمد به بار، بیابی همکنون برش در کنار. اگر بار خار است خود کشته‌ای، وگر پرنیان است خود رشته‌ای. همی تاخت اسب اندر این گفتگوی، یکایک به تنگی رسید اندر اوی. یکی تیغ زد زود بر گردنش، به دو نیمه شد خسروانی تنش. بفرمود تا سرش برداشتند، به نیزه به ابر اندر افراشتند. یعنی سر سلم رو به نیزه کرد و بلند کرد و با دیدن این صحنه سپاهیان سلم وحشت زده شدند و تسلیم شدند و اومدن به خواهش و عذرخواهی پیش منوچهر که ما مجبور بودیم به جنگیم، ما هیچ جنگی با شما نداریم و ما هر چی شما بگید میکنیم. و منوچهر اونها رو میبخشه و میگه که دیگه جنگ بسه و صلح و آرامش برقرار میشه. بعد